اینه که من به خودم اجازه دادم به عنوان نویسنده که به سفر خیال برم و شاید تنها کاری بوده که خیلی پژوهشی نبوده، چون حتی در روایت حوا هم من سالها کار پژوهشی در حوزه زنان که انجام داده بودم، به هر حال خودم تحصیل کرده حقوق بودم و جامعه شناسی و از اون منظر بهش نگاه کردم. یا متولد 16 آگوست که حاصل مدت‌ها پژوهش من درباره مادران اوتیسم بود، ولی در این یه مورد به خصوص این کتاب خیلی شخصیه و خیلی جهان خیاله. وقتی به پایان داستان ما میرسیم هیچ نوع توانایی رو نداریم که بتونیم بگیم آنچه که خوندیم، یعنی اصلا تمام این کتاب حقیقت، خیال، دروغه، این زمین سفتی در کار نیست و این به نظر من از ویژگی‌های جالب این اثر. من پیشنهاد می‌کنم این کتاب رو در واقع دوستان حتما مطالعه بکنن، چون در واقع ما نمونه این چنینی داستان خیلی کم داشتیم.